زن میتواند نام شوهر خود بگیره، صدا بزنه، در صورتی که اگر شوهر به ای خوش شود و ای را به خود اهانت فکر نکنه. اگر به اسم کنیه خوش می شده باشه، پدری فلانی یا به عربی ابو فلان، به ای اگر خوش می شده باشه، باز بهتره به اسم کنیه صدا کنه، یا به القاب محمدی یا احمدی یا لقبی که داره به لقب اگر خوش می شده باشه. خلاصه اگر شوهر به هر لقب یا اسم و به هر نامی که خوش می شده باشه زن صدا کنه، او بهتر است تا اینکه در میان محبت بیشتر بیاید و همچنان احترام شوهر هم صورت بگیره. خلاصه یعنی رفتن به محکمه برابر است که محکمه اسلامی بوده باشه یا محکمه کفری، هر چی که بوده باشه، اگر نظام در دولت به همه قسم ثبت شده که به جز از طریق محکمه نکاح صورت نمیگیره و کسی اجازه هم نداره نکاح بسته کنه، پس مسلمان به لباس اسلامی جوان و همچنان دختر هر دو حاضر میشن و امو ورقه را از نزد دولت حاصل میکنن، باز رفته نزد ملا نکاح بسته کنن، نکاح را دوباره بخوانن، مشکلی نداره. فیلم برداری در عروسی ها یک مصیبتی بزرگی جور شده. بسیار کم عروسی در زمان ما صورت میگیره که در او فیلم برداری نبوده باشه و بسیار جای تأسف است. این در حقیقت راه فساد، راه بی‌حیایی، راه بی‌حجابی را باز میکنه و همچنان فرهنگ متعفن و پلید غربی را در میان مجتمعات اسلامی رواج میدهد. جوان مسلمان اصلا به یه فیلم برداری چی ضرورت داره؟ جای تأسف است. این میخواه آبرو عزت خود از طریق نکاح به دست بیاره، آبرو عزت خود حفظ کنه و باز میایه پول میدهد آبرو عزت خود از دست بدهد. و این فیلم برداری ها اکثر در خدمت دیگرها قرار میگیرن. اینها تماشا میکنن زیب و زینتی عروسه، آرایشی عروسه، حتی زنهایی که در این مجلس حاضر میشن زیب و زینتی از اینها را. باز متاسفانه اکثر زنهایی که حاضر میشن لچ و برهنه هستن. ما سبب گناه بری از اونها جور میشه، تا اینکه اونها خودشان گناه را مرتکب شدن و باز ما هم یک گناه دیگری را مرتکب میشیم که چهره های لچ از اینها را، بدن های لچ و برهنه از اینها را دیگر هم به نمایش دیگر مردم ها قرار میدهیم، یا اینها در محوطه خاص خود قرار دارن و اینها را ما میخواهیم که از این محوطه به چشم دیگرها هم انتقال بدهیم از طریق فیلم و از طریق ویدیو. اینها این نارواست، حرام است. کسایی که در این مجلس حاضر میشن اغلبشان هم نمیدانن، اگر بدانن چینی نزد یا عروسی هم حاضر نمیشن. بعضی از مسلمان های غرب زده هم است که به این راضی میشن. اینها انسان های پلیدی هستن، میخوان مجتمعات اسلامی را فاسد بسازن. جوان مسلمان بسیار زیاد جدا خودداری کنه، در عروسی خود تو فیلم برداری ها را اجازه ندهد و همچنان موسیقی های پلیده که اینها را رفته کرام میکنن، پول میدهن، میان در اینجا آبرو عزت خود از این طریق از دست میدهن، گناه میگیرن. عروسی اسلامی سعیست که درست است انسان خوشی کنه، خوشی در حدود شرع بوده باشه، دف یا دایره که میگن از او استفاده کنه. ترانه های که در وصفی از اسلام، وصفی از تپه و دشت و مثلا دریا و اینها بوده باشه اشکالی نداره که از بچه های خرد یا دخترهای خرد اگر بخوانه. اما اینهایی که انسانهای فاسد و شهوترانی را میارن در مجلس به نام موسیقی و مجلس خود باز به زینت میدن، در حقیقت این زینت نیست، این مجلس شیطانی است.
این عروسی برگزار نکرده، این مجلس فحشا و مجلس فاحشه‌گری برگزار کرده. اگر فیلم برداری در حدی بوده باشه که فقط عروسین خودشان تماشا کنن و این فیلم در خدمت خودی از اینها قرار داشته باشه یا در خدمت یکی از محارمی از اینها، در اون صورت باکی نداره. البته احتیاط شرط است. گاهی از طریق از اینها به دیگر انسان‌های که از خود هستن، اقربا هستن ولی محارم نیستن، اونها تماشا میکنن و از طریق از اونها به دیگرها میرسه و همچنان یعنی به همین طریق آبرو عزت خود از دست میدهن. به هر صورت فیلم برداری در حد نهایی انسان تلاش کنه که دروازه را ببندد و برای شیطان راه باز نکنه. فیلم برداری ها اگر خالی از صورت و ویدیوی زنها بوده باشه کدام مشکلی نداره. یعنی اگر مجلسی مردها را فیلم برداری میکنه یا موترهایی که گرد شهر چرخ میزنن، دور میزنن، خاطر خوشی عروسی اینها را فیلم برداری میکنه، به هر صورتی به هیچ وجهی باید عکسی زنها نبوده باشه. اگر عکسی زن بوده باشه قطعا حرام است و این در حقیقت گناه میگیرد، راه فساد باز میکنه و خیانت به زنهای مسلمان هم صورت میگیره. اینها را در عروسی دعوت میکنن، باز عکس های از اینها را گرفته پخش میکنن. اما خوشی در روزهای عروسی مطلوب است شرعاً، خوشی که از چوکات شرع بیرون نبوده باشه. موسیقی های مبتذل، موسیقی هایی که به طرف فحشا، به طرف فساد دعوت میکنه، این چیزها برگزار نشوه. و همچنان قمار، مجلس قمار و مجلس های حرام دیگری برگزار نشود. در بعضی جاها مجلس های نادرست، نامشروع دیگری برگزار میکنن، قبیل مجلسی که دخترها را میارن اونجا میرقصانن، بچه ها را میارن میرقصانن. اینا کاملا حرام است، گناه میگیرد انسان به تو برگزاری تو مجلس ها. و همچنان سیر و سیاحتی عروسین، یعنی وقتی که عروسی میکنه سیر و سیاحت جای میره، یعنی عروسی خود جای چکر میبرد، کدام اشکال ندارد. و البته انسان کوشش کنه امی اسراف در زندگیش نکنه. چیزی که در زندگی از این فایده ای ندارد، از او کدام بهره درستی نمیگیرد، کوشش کند که زندگی خود مختصر، عروسی خود مختصر بسازد. به هر اندازه‌ای که عروسی مصرفش کم بوده باشه، با اون اندازه برکت در عروسی بیشتر می بوده باشد.